салом тамошобинони азиз, ин нашри навбатии барномаи сирри ногуфта аст. Барномае ки дар доираи он мо суҳбатҳои ошкоро бо чеҳраҳои намоёни соҳаи варзиш анҷом медиҳем. меҳмони навбатии мо мутахассиси эронӣ, собиқ сармураббии дастаи клуби марказии варзиш Артиш ва феълан мураббии мунтахаби наврасони Тоҷикистон Амин Субҳонӣ аст. муҳтарам Амин Субҳонӣ, хушомадед мегӯем шуморо ба барномаи сирри ногуфта. умедвор ҳастем ки як суҳбати ҷолиб, як суҳбати ошкоро бо шумо анҷом медиҳем ва аз хабарҳои охирин шурӯъ мекунем. муборак бошад ба ҳам мо ва ҳам ба шумо. дастаи наврасони Тоҷикистон ба осонӣ тавонист ки ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2023 барояд. ҳунарнамоии шогирдони худро чӣ тавр баҳо медиҳед؟ ممنونم از شما و ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما مجری خوب برنامه و همچنین همکارانتون در تیوی ورزش. به هر حال این موفقیت رو من تبریک میگم به همه فوتبال دوستان و مردم خوب تاجیکستان و همچنین خود فوتبالیستا که خیلی زحمت کشیدن و به هر حال من در خدمت شما هستم. аз як тараф нигоҳ кунем, гурӯҳи мо нисбатан заиф буд. муғулистон, афғонистон он дастаҳое нестанд ки дар бозиҳо бо онҳо мо сатҳи бозии дастаи худамонро муайян созем. аммо дар умум мо аз ин насл дар ҷоми Осиё чиро интизор буда метавонем? оё онҳо қодиранд ки монанди соли 2018 то ба финали ҷоми Осиё роҳ ёбанд؟ خب ببینید، چون خودم تجربه کار با این رده‌های سنی رو در قبل داشتم، معمولا بگیم این گروه ضعیفه یا اون گروه خیلی پرقوت بود، عموما تو این سن و سال 17 سال 18 سال سطح فوتبال و فنی یکیه، زیاد فرقیتی نداره. اون شرایط، اون شاید کیفیت لیگ هاست، لیگ هایی که در کشورهای خودشون برگزار میشه بالا و پایین داره. ولی از نظر فنی، از نظر تکنیک، از نظر فیزیک، سرعت، بچهای ما هم نوارسای ما چیزی کم نداشتن. قبول دارم گروه آسانتری بود، لکن تیم ما هم خوب بود. یعنی اگر اون توپ هامون تبدیل به گل میشد شاید اختلاف اونجا معلوم میشد از نظر سطح کیفی. дар яке аз суҳбатҳо ки ғайрирасмӣ буд байни мо шумо қайд кардед ки агар шумо сармураббии мунтахаби наврасон мебудед, ҳатман онро ба чемпионӣ бурда мерасондед. аз куҷост ин боварӣ؟ ببین، من خیلی جا خیلی صحبت‌ها کردم و این یک صحبت پیسخالگی میشه گفت، یک چیز روحی روانیه، یک انگیزه، یک هوس به این رده‌های سنی. الان برنامه شما سر نگفته است، ولی من اگر بگم سر نهفته است، این نهفته و پنهانیش استعدادهایی که در این کشور هست. من با توجه و شناختی که به این بچه‌ها دارم و دورادور پیگیر میشم، این حرفو زدم من که میشه این کارو کرد. یعنی که باوری به خود بیشتر باشد در بازیگران ما. بله. تنها از جهت روانی. از نظر روانی و اینکه تشویقشون کنیم و ثابت کردم. ببینید الان یو 23 که همین امسال رفت بالا و رفت دور نهایی. یو 20 رفت دور بعدی. یو 17 الان دور بعدی هستیم. پس ثابت کردیم. و ایشون خودی منتخب تاجیکستان. و خود منتخب، یعنی هم خطری کردیم، هم 4 تا تیم، حالا چند تا رفتن بالا. و میشه کار کرد. با برنامه‌ریزی خوب میشه اون کارو کرد. خیلی بروقت به تاجیکستان آمدید، اما کارنامه خود رو نه به حیث سرمربی بلکه همچون مربی و یاردمچی سرمربی در کلوب مرکزی ورزش ارتش شروع کردید. آن دم سرمربی کمیویا طاهر مومینوف بود. سبب چیست که محض همچون یاردمچی شروع کردید؟ مگر آن وقت قادر نبودید که همچون سرمربی یگان باشگاه رو بر دوش بگیرید؟ ببینید، تا قبل از 2017 که بنده اومدم بیشتر سرمربی تیم‌های پایین‌تر بودم، مثلا زیر 23 بودم و تجربه سرمربیگری بزرگسالان رو نداشتم و اونم در یک کشور دیگه است، در یک کشور خارجی. کدام کشور؟ همینجا بودم، یعنی اولین کار من در اینجا بود و اومدن به عنوان سرمربیگری با اینکه شناختی از فوتبال اینجا نداشتم اون موقع، منطقی تر این بود که ما به عنوان یاردمچی وارد بشیم. حالا شرایط لیسنسمون، شرایط تجربه کاری و باعث شد که ما بیایم. البته کار من به این شکله، حتی کشورهای دیگه که رفتم، مثلا عمان رفتم،
به عنوان مدیر فنی آکادمی وارد شدم. بعد از 6 ماه شدم سرمربی اون تیم بزرگسالان. یعنی اول وارد شدم، شناخت پیدا کردم، اتمسفر رو فهمیدم، که فوتبالیستا رو شناختم، بعد به عنوان سرمربیگر اون مسئولیت قبول کردم. چون خیلی از همکارام هستن به عنوان سرمربی وارد میشن و شده، حالا ما نام نمیبریم، اومده به عنوان سرمربی ولی هیچ شناختی از اون اتمسفر و تیم نداشته و موفق نبوده. این موفقیت بعد که دیدید به عنوان سرمربی شدم در 2021، اون تجربه که در 2017 و 18 داشتم. اما چرا درحال پس از یک موسم همچون یاردمچی سرمربی روبری دسته رو بر دوش نگرفتید یا شما رو پیشنهاد نکردند همچون سرمربی تعیین شدند؟ زیرا که پس از آن ژیتسکی اومد و یک مدت او سرمربی دسته بود. نه ببینید، من 2017 که یاردمچی بودم، 2018 یک پیشنهاد دیگه ای داشتم، من رفتم اینجا نایستادم. و عین زمان تمام عائله شما فرزندانتون در شهر دوشنبه هستند؟ بله هستن اینجا، عائله الان اینجا هستن، بچهای من اینجا درس میخونن، زندگیشون هم اینجاست. اون شرایط دیگه پذیرفتن، شد که گفتن عائله میشه بیاد و بعد از اون نتیجه خوبی که ما گرفتیم سال قبل، این شرایط خوب بود و شناخت از هم دیگه داشتیم، هم من هم رهبریت دسته. شما که دوام 2 موسم باعث سرمربی دسته که میوه کار کردید، اولین سرمربی گشتید که دسته رو توانید و جام کنفدراسیون فوتبال آسیا ببرید، ما نمیتوانیم موضوع ارتشی ها رو صرف نظر کنیم. چی واقعا رخ داده است این زمان در دسته؟ نتیجه ها در لیگ اولی بنهایت بد هستند. فوتبالبازان اساسی ها ترک کرده ایستادند یا نیت ترک کردن دارند. خود شما نیز ترک دسته کرده. علت در چیست؟ ببینید، پلنی که ما البته با پیشنهاد خود کلوب دسته انجام دادن، ما قرار بر این شد بر اساس اون پلن کاریمون ما 3 سال اینجا بایستیم کار بکنیم. خب ولی متاسفانه نزدیک به مسابقات AFC شدیم، با کماً دچار مشکل مالیوی شد. اون پیشنهادها، اون وعده هایی که داده بودن، اون پول هایی که میاد، مشکلات تیم از اینی که هست باید بهتر بشه. ما متاسفانه مشکلات مالی که هنوزم هست، هنوزم اون مشکلات هست. البته بگم معاش ها یا پریم ها سر وقت داده میشد، ولی این مشکلات از قبل بوده، یعنی از سیزن قبل بوده و وارد شد. این نتونست حل بشه. وقتی حل نشد، برای ما یه مقدار کار کردن سخت بود و حتی جدا شدن من با رضایت کامل هر دو طرف بود. یعنی حتی باشگاه میگفت که من آقای صوبان، من نمیتونم این مبلغ رو الان و شما باید با یک اعصاب آرام کار بکنید. حتی خیلی بازیکن‌هایی که نایستادن به خاطر مشکلات مالیوی بود و بعد نتونستیم بازیکن‌های بهتر بگیریم. اینا باعث شد که ما تا یه جای رفتیم گفتیم ما بذار کمک به تیم بشه، وقت هست، 7 تا 8 تا بازی مونده، شما اختیار دارید ترینر بیاد. البته از قبل من شاید 4-5 مرتبه استعفامو داده بودم. اصلا دقیقاً بعد از بازی FC من همون لحظه گفتم، ولی خب باشگاه نپذیرفت، همین آخری هم نپذیرفت. دیگه بنده خودم حضور پیدا نکردم در تمرینات، ولی هنوز باشون ارتباط داریم. اما از نظر کاری نه، ما جدا شدیم. رهبریت کوشش نکرد که به واسطه شما رو فوتبالبازان هیئت اساسی رو با وعده دادند که شرایط ها رو ما خوب میکنیم، با وعده دادند که اون قرض هایی که جمع شده است، اون پرداخت هایی که این زمان انجام داده نمیتوانیم در آینده همه‌اش رو ما اصلاح میکنیم. مگر همین گونه یک برنامه‌ریزی، همین گونه یک راه رو استفاده نبردن برای نگاه داشتن سرمربی و دیگر بازیکنان؟ چرا؟ کوشش خیلی کردن، من خودم شاهد بودم، خیلی کوشش زیاد کردن، به خیلی جاها اینا نامه زدن، صحبت کردن کمک بشه که این تیم مثلا این بمانه، حفظ بشه. ولی واقعیت دیدیم مشکلات خیلی داره، هرچی میرفتیم جلوتر مشکلات بیشتر میشد. یعنی حالا خیلی چیزا خود فوتبال همش سر نگفته است، ما نمیدونیم برای من ترینر 24 ساعت دیگه چه اتفاقی میفته، یا برای بازیکن، یا نتایج، یا خیلی چیزها، حتی جایگاه تیم ها در جدول هیچ کس نمیدونه تا 2 هفته دیگه چه خبره. برای همین من رو تجربه که از قبل داشتم دیدم ادامه دادن میسر نیست. گفتم بذار همینجا ما قطع بکنیم و همینجا بهتره. تلاش کردن، کوشش کردن، ولی متاسفانه نشد. یعنی حتی از اون تایم
کوشش هم گذشته بود. یعنی که با همین پاسخ خود شما یک باره چند سوالی نوبتی ما رو بکار میکنید. برای مثال رفتن فتح‌الله با بیف، خب آنها از سبب وضع ناخوب مولوی رفتن یا با تاکتیکای شما مطابق نگشتن؟ نه ببینید از نظر فنی تاکتیک اینا که من با همینا سال قبل موفق بودم، اینا تاکتیکای منو اجرا میکردن، لکن اگر رفتن خودشون رفتن. من سبب چی بود؟ زیرا که در موسم نوبتی باید که کمیویا در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی کند، بازیگران محوری و اساسی ترک دسته میکنند. ببین سبب مالیوی چی امید دارد از این هیئت؟ سبب بازم میگم شاید 80% مشکلات مالیوی بوده، نه ایستادن، چون جاهای دیگه که الان اونا رفتن اینا بیشتر از این میدادن. هر سه به یک کلوب رفتن، با رگاتا داس، بوبیف، غفور و فتح‌الله. چون ببینید کلوب ورزش ارتش زسکا این یک مؤسسه دولتی نو شده بود و اون بودجه، اون معاش، اون تعریف شده بود. یعنی مثلا اگر مثال میزنم، اگر میگفتن من اینقدر میدم، به اینقدر توافق بیشتر از اون رو نمیتونست بده، این اجازه رو نداره اون باشگاه. شاید باشگاه‌های دیگه دستشون باز بود، اسپانسر داشتن، ما چون اسپانسرمونم دست کشید از این کار، داشتیم ها و صحبت کرد، ولی متاسفانه حالا یه سری شرایطی من نمیدونم چی هن، ولی گفت که من نمیتونم کمک کنم امسال و معاشا خیلی پایین بود. این معاشا برای بازیکن بزرگی مثل فتح‌الله کم بود. یعنی من خودم اگر از نظر فوتبالی بخوام چیز کنم، اون معاش برای این کم بود و ممکنه قبول میکردن، ما صحبت میکردیم، ولی وقتی وارد کار میشدیم 1 ماه 2 ماه همین گپ میشد، همین صحبت میشد که معاشا کمه یا بازی نمیکنیم، مشکلات دیگه ای پیدا میشد. برای همین من خودم چند بار با آقای فتح‌الله صحبت کردم در ایزبورن که در بهارستان تیم ها بودن، صحبت کردیم و اومد گفت که آقای صبحانی حرف شما درست، لکن من معاشم اینقدر خوب نیست. گفتم اونم اینقدر میتونه بده. با جام کفو شما با فوتبالبازان آمادگی دیدید که بیشتر از آنها حتی عموما تجربه بازی کردن در مسابقه‌های بین‌المللی ندارند، بغیر از لیگ عالی دیگر در کجای بازی نکردند و بیشتر از آنها به‌نهایت جوان بودند. چطور با کمیویا با چنین هیئت اتفاق افتاد که ضد رقیبان تا یک اندازه بازی ارزنده هم نشان می‌دهد؟ چی مرحله این آمادگی‌ها را شما گذراندید با شاگردان؟ یا خود همه کار سری پسیخولوژی میرفت، سری روحیه فوتبالبازان میرفت؟ نه ببین ما مربی‌ها یه اصطلاحی هست میگن اگر 10 تا چوب به شما بدن، یا باید کوچ خوبی باشی، حالا بعضی کوچن، فرق کوچ با ترینر فرق میکنه. ترینر تمرین مشقه، یه مشقی رو میده میگذرونه، این اون لفظش فرق میکنه. کوچ روز بازی، کوچ مچ میشه. ما خدا رو شکر هر دو رو تجربه کردیم و یک ترینر فیزیک خیلی خوبی هم کنار خودم آوردم. یکی از دلایلش کار فیزیکی خوب اون ترینره، آقای دکتر جواد زرگانی که همکار بنده است که در زسکا هم هستن. ایشون آوردم کار فیزیکی رو برنامه خوبی انجام داد. شاید در این فوتبال اینجا کمتر از مربی فیزیک استفاده میشد. بله، نه همه دسته ها دارن مربی جسمانی و این برای بچه‌ها بازیکن‌ها خیلی جالب بود و اطاعت می‌کردن از این کار. دوم اون استراتژیکی که داشتیم که ما این کارهایی که می‌خواستیم در AFC بازی‌های AFC انجام بدیم، بازی‌های آسیایی، ما اینو در تمرینات و در بازی‌های داخلی سیستم و تاکتیک خودمون رو انجام میدادیم. دیگه بچه‌ها اینو یاد گرفته بودن، آموخته شده بودن. یعنی بازی‌های داخلی که ما 5-6 دور اول انجام دادیم، اینا بیشتر بازی‌های سنجشی بود. حالا خدا رو شکر ما 4 تاش هم بردیم. یعنی هم برد آوردیم، هم تیم رو ساختیم. چون یکی از همکارای شما هم از من سوال کرد بعد از یک بازی که شما 3-5-2 بازی می‌کنید یا 5-3-2 بازی می‌کنید. که من اون موضوع رو باز نکردم چون در چیز صحبت می‌کردم، اون تاکتیک اون سر ما بود. اونو پرورش دادیم
و باز برگردم به حرف اولم که اون سر نهفته این که واقعا فوتبالیستای خوب اینجا هست، خیلی خوبن از نظر تاکتیک پذیری، از نظر فیزیک، سرعت، تکنیک، لکن شرایطشون از همه جاهای دیگه کمتره. شرایط آماده سازیشون، مالیویشون، یعنی یک مقدار به اینا رسیده بشه هیچ فرقیتی، شاید بهترین ها در این آسیای میانه فوتبالیست های تاجیک بشن. ما تمام مشکلات و پرابلم ها رو بررسی کرده استیم و همش اطراف یک چیز دور میزند. پول، پول، پول. مبلغ، نورسایی مبلغ. درست؟ یکیش اینه، دومیشو من بی تعارف بگم مدیریته. مدیریت گفته چی رو در نظر دارد؟ مدیریت راهبری به واسطه دسته؟ بله. چی علت و چی کمبودی ها؟ ببین شاید خود مالیوی رو مدیریت هم تاثیر میذاره. درست، قبول دارم حرف شما رو. همه حتی مدیریت وابستگی به پول داره. چون پول وقتی اون مدیر نداشته باشه نمیتونه کاری بکنه. من مربی طلب بکنم بهترینای جمع بکنم، میاد میگه پول ندارم. همین سبب شد که در جام AFC شما با جوانان بازی کردید. با جوانان بازی کردیم و پول نداشتیم، شرایط نداشتیم. شاید ایزبورنایی که اون سه تا کمند داشتن ما نداشتیم. من حتی بازی رفیقانه اینجا نمیتونستم انجام بدم. بازی رفیقانه خوبی که قبل از اینا باشه نمیتونستم، چون 20 روز ما ایزبورن بودیم. ولی ایزبورنی که در خونه های خودمون بودیم، یعنی می اومدیم مشق، میرفتیم خونه. من نمیدونستم یعنی که جمع آمد تنها بنام بود. در عموم مشق های عادی‌ترینی هر روزه. یه عادیه، کاری که همین الان تو لیگ عالی انجام میدن، ما همون انجام میدادیم. یک دفعه حاضر کرده گفتید که در میدان کلوب مرکزی ورزش ارتش دو روده است، یا با قول شلانگ میگوییم، از یک تاش پپسی میرود، از دیگرش کوکاکولا. میگم یعنی حتی در رفت مشق ها آب عادی‌ترین نوشاکی نبود برای فوتبالبازان. اینو به شما بگم، فکر و پلن رهبریت کلوب مرکزی ورزش ارتش فکرشون به سمت حرفه‌ای شدن هست، بهتر شدن هست. ولی چیزی که نیست، میگم بازم حالا حرف جناب عالی، وقتی پول نداشته باشه من میرم میگم آقای سبحانی میدونم اینو میخوای، ولی این شرایط رو من نمیتونم الان تهیه بکنم، فراهم بکنم. خب البته این صحبت مال قبل بوده، ولی بعدش نه، شرایط همین آبخوریشون، شرایط شما چی پیتانیه چی غذاست، ما بین صبح بعد از ظهر داشتیم، این مشکلی نبود. ما حتی قبل از AFC در کاخ افسران بود، هتل که مال وزارت مدافع، ما یک هفته در اونجا بودیم. ما اینجا ایزبورن گذروندیم، ما بیرون نرفتیم، خارجه نرفتیم. من مقایسم با 3 تا تیم دیگه است. امسال دسته استقلال همگی یک باخت داره در لیگ اولی و اون باخت از دستی کمیویا بود. چطور باید بازی کرد که دسته پیشتاز و پیش صف لیگ اولی شکست خورد؟ چگونه بازی رو باید براه ماند؟ ببینید، اون شناخت آنالیزی که مربی داشته باشه از تیم روبرو، حالا استقلال باشه، خوجند باشه، استراشن باشه، فرق نمیکنه، و بازیکن‌ها بتونن اینو اجرا بکنن، شما هر بازی رو میتونید ببرید. چون در فوتبال امروزی تاکتیک‌های دفاعی اینقدر زیاد شدن که سست‌ترین تیم‌ها میتونن از بزرگترین تیم‌ها یک خالم بگیرن. با عقب نشینی زیاد. من یه مثال بزنم. دیشب بازی کوپنهاگ بود با منسیتی. خب این داشت اصلا بازی متعادل بود، تعادل داشت بازی. و حتی قسم دوم که شروع شد کوپنهاگ اصلا پرس بالا انجام میداد. اما سیتی یک نفر کمتر بود در میدان. باشه، ولی اون سیتی با 10 نفرم حداقل به 1 گل میرسید، به 2 گل میرسید. مقصد اینه که در دیگه هیچ چیزی رو نمیشه پیش بینی کرد. ضعیف‌ترین تیم‌ها میان خال میگیرن، ضعیف‌ترین تیم‌ها میان دفاع میکنن. ما ضعیف نبودیم روبروی استقلال، ما بلکه تاکتیکامون رو اجرا کردیم و حتی 10 کسه هم بردیم بازی رو. بله. ما بعد از 1 نفر که کم شد بازی رو بردیم. به چه دلیل؟
به دلیل اینکه در سخت‌ترین شرایط دیسیپلین تیمی رو من خراب نمی‌کنم. شما مثال می‌زنم 1-0 ما از آلتیناسیر عقب بودیم دقیقه چند 80 و بله به نظرم 6 بود 6 خب شاید کسی دیگه بود سریع جنگ میکرد تعویض میکرد احساسی، ولی من آرام بودم برای 4 مینوت چون اعتقاد به تیم داشتم و 2 تا تعویض کردیم و اون 2 تعویض ما دقیقه 90 بود گل رو زدیم ما 1-1 شد. چرا اون کار کردیم؟ تو اون 4 مینوت دیسیپلین تیمی ما به هم نخورد، همون بازی رو میکردیم، هیچ فرقی نکرد. خیلی تیم‌ها اصلا 1 گل 2 گل عقب میافتن سریع دست به تعویض میزنه همون لحظه، یا شروع میکنن به پاس‌های بلند دادن یا شروع میکنن به فاول گرفتن. ما این کار نکردیم. نقشه اولیه رو ادامه دادید. در عموم در یک کلمه بخوام این کل سوال شما رو جواب بدم، حفظ دیسیپلین تیمی از دقیقه 1 تا 90 اگر باشه شما به نتیجه دلخواه میرسید. ما رو برای استقلال حفظ کردیم، 10 نفره شدیم، شاید بازی به یک سمت دیگه ای میرفت، 2 گل میخوردیم. ما حفظ کردیم دفاع رو، یه پاس بلند که ضد حمله بود به گل رسیدیم. در مورد انتظام گفتید، همگان آنها که در فوتبال تاجیک میدونند که امین صبحانی شخصی بنهایت سختگیر است. شما از دسته مربی رو راندید، فایز دولتов رو که پسری رهبری دسته است. با چه سبب؟ یعنی که گرچند که رهبری دسته اینقدر یک مقامی بلند دارد، اما فرزندی او که مربی دسته است شما رو راندید. سبب چی شد؟ نه ببینید، من نمیدونم این صحبت راندن از تیم رو به چه شکل ما بخوایم تعریف بکنیم، ولی در کلوپ مرکزی ورزش روز اول ما انتظام رو تعریف کردیم بر اساس یک کمیسیون چند نفر است، یعنی 5 کس ما بودیم و یه چیزی رو تعریف کردیم که بر اساس این نفر اگر حال منم باشم فرقی نمیکنه، سرمربی باشه یا مربی باشه. آقای فیض دولتov اونجا خیلی زحمت کشیدن، یعنی از کودکی در همین تیم زسکا بودن، زحمت‌های زیادی کشیدن، هم خودشون هم پدرشون که آقای خبیر دولتov. و یه مسائلی پیش اومد شاید فنی نباشه، اصلا ارتباطی به فوتبال نباشه و این بیشتر به خواهش خودشون بوده. حالا کار دیگه ای داشتن خارج از فوتبال و اینم بدونید یکی از مربیان تیم یوبیست هم بودن، یعنی ایزبورن هایی داشتن، مرحله اول داشتن، کافا رو داشتن، بازی های آسیایی رو داشتن و این یک مقدار تداخل داشت با کار ما و بیشتر این توافق بین خودشون و سردار دسته که پدرشون هستن بین خودشون انجام شد و اینکه روندن من برونم نه. ما کمی معلومات دیگر داریم، شاید که از حساب داشتن کارهای ایلاوگی برای مثال چند دفعه انتظام رو ویران کرده است. ما شنیدیم که یا کمی دیر مونده است به تمرین که این کار به شما پسند نآمده است، چون شما قرار کرده بودید که هیچ کس حقوق دیر موندن به مشق او فوتبال باز است، مربی و سرمربی ندارد. نه، اون انتظامی که ما گذاشته بودیم برای همه بود، فرقی نمی‌کرد. یعنی که همین سبب شد که او نه ایشون یک سری کارهای دیگه داشت، مربی تیم ملی بود. ما مثلا ما مربی دروازه‌بان داشتیم سال قبل، این هم با ما بود هم ایزبورن بود. بعد یک سری بازی‌هایی نمیشد بیاد، نمیدونست انتخاب ایزبورن یا انتخاب تیم بود و این یک مقدار کار ما رو مختل می‌کرد، اشکال پیدا کرد در کار ما. ایشون یه کارهای دیگه ای داشت و این صحبت از قبل بوده، یعنی حتی رهبریت دسته و اینم جالب بگم اول سزون که خواست شروع بشه خودشون پیشنهاد دادن به پدرشون که من اینجا نباشم به کارهای دیگه برسم بهتره. این رو حل کردیم. اما سهراب جلیلوف چی؟ محافظتگری که در حد اساسی بازی میکرد، اما چه اتفاقی رخ داد که او از حیات اساسی گرفته شد و مجبور شد که ترک دسته کند؟ ببین این صحبت سال قبل بوده، سال نبودن. درست. هم سهراب بود هم بازیکن محسن بود. بله، عبدالغفارov.
این دوتا بازیکن‌های خوبی هستن، از قبلم با من بودن. لکن سال قبل من دقیقاً همون روز تمرین، قبل از تمرین گفته بودم که تمرکزتون رو بازی‌ها باشه. 5 بازی مونده و شما سعی کنید که خیلی جدی کار بکنید در تمرین. برای من فرقی نمیکنه این بازیکن کیه اون کیه، برای من همه یکی هن. چون بنده مربی خارجی هستم، وقتی از بیرون میام اون اصول و انتظام خود ما انجام میدم و کاری به نام بازیکن و کجا بازی کرده ندارم. من حتی فتح‌الله ممکنه بشنوه این صحبت رو، در یکی دو جا انتظام به هم خورد، من ایشونو گذاشتم بیرون نشست، ولی چون فوتبالیستی که میفهمه، درک میکنه، بازی کرده، دیسیپلین رو میپذیرفت، اطاعت کرد. من برگردم سر صحبت سهراب و محسن. در همون روز من گفتم و در همون روز همین دوتا انتظام رو رعایت نکردن. من چیزی بهشون نگفتم، گفتم که شما برید، 2 روز دیگه ما جلسه میگیریم و درباره این تصمیم ما به شما اعلام میکنیم. که بعد 2 روز با مربی من تماس گرفتن، آقای سهراب با همین آقای فیض دولتوف صحبت کردن که تکلیف ما چی میشه. ایشون بهشون گفت تا امروز صبر کنید. گفت نه، اگر صبر نمی‌کنید ما جای دیگه میریم. و این التیماتوم از طرف بازیکن بوده، از طرف باشگاه نبوده. نه که تصمیم عموما از طرف شما نبود. از من نبوده، از مربیم نبوده، باشگاه نبوده. ما بهشون اعلام کردیم 2 روز جلسه بگیریم با شما و اینا رو آوردیم. وقتی شروع کردن صحبت، یه مقدار صحبتاشون، گپاشون بلند شد با رهبریت و معلوم شد که اینا نمیخوان بایستن. والله من آدمی بودم درست انتظام سختی دارم ولی میبخشیدم، یعنی بعد 2 روز 3 روز میبخشیدم، چون خودم فوتبالیست بودم، مربی چند سال هستم، پیشخالگی خوندم، میدونم. ولی احساس کردم خودشون نمیخواستن، که این شد که اومدن با رضایت جدا شدن و رفتن. سبب این بود، اون انتظام رو رعایت نمی‌کردن. ما هم این حق ماست، حق من مربی، حق باشگاه است که انتظام رعایت بشه. مگر در مد اول باید رعایت انتظام باشد یا که فکری نتیجه های دسته؟ زیرا که تصور کنید که 2 بازیگر هیئت اساسی میروند، خواه نخواه صفتی بازی کاسته میگردد. نمیشود یگان راه را جست که آنها را به انتظام دعوت کرد، آنها را اصلاح کرد، چون سرمربی پیش از همه این روانشناس است. درست؟ همین گونه صحبت ها انجام داده نشدن با همون بازیگران. ببینید شما وقتی به یه بازیکن 10 مرتبه یک چیز رو میگی و خستت میکنه، مرتبه 11 فایده نداره. 11 فایده نداره، شما چیکار میکنی؟ اصلا من احترام زیادی برای این 2 تا بازیکن، 2 تا عزیز قائلم، دوستشون هم داریم. حالا هر جا درسته ما رو میبینن نمیشناسن، ولی مشکل نیست، این حیات فوتباله. فوتبال جای خود، اون کارها جای خود. لکن به نظرم همین انتظام، همین رعایت رو ما از همین نورسانی که داریم باید سر کنیم. شما وقتی میخوای حرفه‌ای باشی باید تفکر حرفه‌ای داشته باشی. شاید از اونها هم خردتر باید که شروع کنیم. دیگه تو اون سن سال بزرگسال، شما وقتی به یه بازیکن 2 بار 3 بار بگی اون میفهمه، میگیره. ولی از نورس بخوای یادش بدی تا اون مرحله برسه، شما با 1 بار گفتن کفایت میکنه. محترم صفونی، در وقتی روبری شما باعث سرمربی کلوب مرکزی ورزش ارتش، بازیگران درخش کردند که قبل از آمدن شما در هیئت کمیوه قریب که عموما به میدان نمی برآمدند یا سرمربیان دیگر آنها را صرف نظر میکردند. چی طور انا همین گونه بازیگران را میتوان احساس کرد که آنها واقعا بازیگری خوب بوده میتوانند و فایدهش به دست میرسد یا نه؟ در مثال یک بازیگر این چیز رو بررسی میکنیم. علیشیر سفرов، نفری که خوب شما میدونید که جراحت های وزنی برداشته بود، وقتی که به صدمه دچار گردید و دسته های زیاد او رو رد میکردند و به هیئت قبول نمیکردند، اما شما پس از 5 دقیقه تمرین کردن با دسته دستور دادید که با این بازیگر شرطنامه بسته شود.
چی طور؟ در حالی که علیشیر در حالت خوبی ورزشی نبود. ببینید بنده از 2003 حالا قبلش من یه چیز بگم بعد وارد این موضوع بشم. بنده تو یک شهری به دنیا آمدم، شهر اهواز استان خوزستان در ایران که به برزیل ایران معروفه. یعنی مثلا یک شهرهایی هستن اینا کشتی رو دوست دارن، یک شهرهایی هستن والیبال رو دوست دارن، جودو رو دوست دارن. در اون شهر من همه فوتبال رو دوست دارن و این فوتبال در خون ماست. یعنی از میدگی کوچیکی یادمون دادن فوتبال چیه، چه کار بکنیم. شما الان ساعت 2 در اوج گرما 60 درجه برو در کوچه ها شهر چیزای اهواز می‌بینی 4 تا بچه دارن بازی میکنن، اینقدر فوتبال دوستن. و این وارد شدیم توی آکادمی فولاد خوزستان، اونجا که بهترین آکادمی ایرانه. 8 سال بنده اونجا کار کردم، با ترینرهای خروات کار کردم، روز کار کردیم. ترینرهای از گرمنی اومده بودن و استعداد رو شناختیم. حالا خودمون فوتبالیست بودیم، در اون شهر کلان شدیم و با یک نگاه تشخیص میدادیم. و از همه مهمتر اون استعدادی که خداوند به ما داده در این راه بتونه به ما کمک بکنه. این دیدگاهه. شما چرا اینو شما صیاد کاوس‌شاه رو بگید. در سال قبل وقتی من تیم را قبول کردم خیلی مربی‌ها گفتن این تمام شده است. صیاد تمام شده. ممکنه آقای صبحانی تا برسه اولین کسی که جواب میده صیاده. الان صیاد کجاست؟ و واقعا همین طور هم هست، چون که صیاد یک دور یکی از نورسان و جوانان بالایقت تاجیکستان به حساب میرفت، اما از خریطه فوتبالی یک مدت ناپدید گردید، پس از اون پیدا شد و بازیش نه همیشه استوار بود. خب اگر صیاد رو به نظر بگیریم، چی طور صیاد اینقدر زود رشد کرد؟ صیاد سال قبل ببینید، صیاد من بازیشو پیدا کردم، میدونستم چی میخواد بر اساس اون شناختی که داشتم. شما فتح‌الله گفته بود، صحبت خودشون بود با رهبریت که امسال من بس میکنم. ولی وقتی بنده اومدم فتح‌الله بهترین بازیکن دور لیگ شد در آخر. ببینید شما این که باید بدونید تشخیص بدید بازیکن چی میخواد، تشخیص که دادید درمانش هم بکنید. درد رو فهمیدید، درمانم باید بشه. شما درد صیاد من فهمیدم، فتح‌الله رو فهمیدم، علیشیر رو فهمیدم. علیشیر فیزیکی آماده نبود، ولی وقتی 4 تا توپ گرفت و میدونست چه کار بکنه این برای من کفایت میکرد. و الان علیشیر که از اصلا در AFC بازی AFC بهترین بود. و از همه مهمتر این عزیزانی که ما بردیم شخصیت خیلی خوبی دارن، خاراکتر خیلی خوبی دارن. یعنی وقتی من با علیشیر کار میکنم اصلا لذت میبری، بدون هیچ پرابلمی، بدون هیچ مشکلی حرفو میفهمه، کارو انجام میده. حتی شرایط درد داشت ولی کار انجام داد. خاراکتر خوبی داره. این باعث شد که این سریعتر پیشرفت کنه. ولی بازیکن ما داریم خیلی خوب لکن دیسیپلین نداره، انتظام نداره. این بلا فاصله آوت میشه. اوضاع‌های هست که فعلا چندین باشگاه‌ها نیتش ما رو دعوت کردن دارد. باشگاه‌های تاجیکستان در فکری قبول کردن یکی از آنها هستید یا نه؟ من 20 روز قبل یکی از این باشگاه صحبت کرد که شما تا آخر سیزن این تیم را قبول کنید. ولی خودم دوست داشتم استراحت داشته باشم این 2-3 ماه و بعد کارامو انجام بدم. چون شما ببینید سال قبل که اومدم 8 ماهی که کار کردیم با کلوپ مرکزی ورزش، تو اون شرایط تیم پایین بود، شرایط مالیویش خوب نبود. واقعا این 8 ماه باور میکنید من 4 ساعت نخوابیدم، فقط کار میکردیم و نتایج رو دیدید. چون سخت بود، هر بازی فینال بود برای ما. بعد از اتمام اون ما بلا فاصله شروع کردیم، هم لیگ و هم AFC و هم کوبوک بود. یه مقدار خسته شده بودیم و
میخواستم که استراحت داشته باشم و هیچ تیمی را قبول نکردم. حتی گفته بودن برای این چند بازی آخر 4-5 تا تیم محبت کردن، صحبت کردن و احتمال خیلی زیاد با یکیشون توافق بکنیم انشالله برای فصل جدید. خلاص میخواهید که موسم به انجام رسد، پس از اون قرار خود رو بردارید. اون استراحت رو من نیاز داشتم. انتخاب دسته در اساس کدام کریتریا ها می شود؟ یعنی که چی رو بینابت بگیرید ضمن انتخاب کردن دسته؟ وضع مالیوی، رفتار رهبریت، چی با چی البته تمرکز خواهید کرد؟ ببینید اولین چیزی که از هر کس هم بپرسی وضع مالیوی. اگر شرایط مالیوی از اول معلوم باشه، سفید باشه، میگن این هست. درسته یا نه؟ من بر اساس این میتونم بازیکنامو بگیرم. بر اساس این ایزبرنمو بگذرونم. بر اساس این 100% رفتار رهبریت وقتی پول باشه، تعامل باشه، آرامش باشه، رفتارها خوبه، نتایج خوب گرفته میشه. من دو چیز برام مهمه. یکی این که وضع مالیوی خوب باشه. دوم با رهبری کار میکنم که اون طلباتی که ما میخوایم و بتونه اجرا بکنه و مطمئن باشید تیم خوبی میشه. اگر این چیزها باشه تیم خوب میشه. حالا هر تیمی فرق نمیکنه. اگر مخفی نباشد گفتید مذاکره داشتیم با یکی از دسته ها. کدام دسته است؟ ما دسته ها نمیشه گفت چون مربیاشون هستن، کار میکنن و نمیشه نام برد. درک میکنیم. شما که چند سال است که با فوتبال تاجیک سر کار دارید، اینجا فعالیت میبرید، در عموم منتخب های ما نتیجه های خوب نشان ایستادند. چی کار باید کرد در سمت رشد فوتبال باشگاهی؟ چی مانع های رشد ما است که آنها را باید برطرف کرد و در دولت ما فوتبال باشگاهی رشد به میلان می نماید؟ ببین یکیش اینه که باید به آکادمی ها اهمیت داد. به فوتبال کودکان؟ به فوتبال کودکان باید اهمیت داده بشه. متاسفانه اینجا خیلی از باشگاه‌ها خلاصه شدن در بزرگسالان. یعنی هر چیزی شرایطی باشه برای بزرگسالانه. خب من چند بار صحبت کردم، گفتم شما حالا این بزرگسالانتونم رفت اول هم شد، اصلا چمپیون شد، سال بعد چی دارید؟ باید تیم‌های پایه باشن. من پیشنهاد دادم لیگ زیر 23 سال بشه. یعنی الان یک خلایی هست بین دوبل، لیگی که در دوبلورا میشه، جوانان و بزرگسالان، یک خلایی به اسم لیگ زیر 20 سال، یا در کشورهای دیگه به اسم لیگ امیدهای کشور. در ما نیز هست لیگ امید، لیگ پیشصف، اونجا زیر 18 ساله و 15 16. نه زیر 18 نیست. زیر 18 دوبل حساب میشه. امید نیست. امید 19 20 21 22. اما در 20 21 22 علاقه بازیگران باید که خود رو در در لیگ اولی توانند نشان دهند. اگر نه در مسابقه جوانان بازی کردن مگر کفایه نیست؟ ببین الان من نام نمیبرم ولی چرا باشگاه نمیان این 21 22 رو بازی بدن؟ من دیدم بازیکن داره بازی میده 34 سال. این چی دیگه در کاره؟ در کار نیست؟ نه چی مثلا 35 بشه چی در کاره؟ چون بازیکن اگر از 32 بگذره دیگه فکرش گرفتن پوله برای آیندهش که اگه فوتبال بس کرد یه پولی داشته باشه یا نه. وضعیت چون وضعیت هر یک بازیگر فرق میکنه. البته بعضیشون شاید انگیزه دارن در 35 سالگی دارن، ولی من آخر رشد فوتبال شما منظورتون این بود؟ بله. رشد فوتبال من 22 ساله رو بازی بدم به جای 32 ساله چه اشکالی داره؟ درسته در یک تیم شاید 5 تا 32 ساله تجربهشون کمک بکنه، ولی نیروی جوانی هم میخواد دیگه. من در نوراس چند تا بازیکن من دیدم، مثلا رقم 4 دلاور، رقم 8 حاجی اسمش، حالا نام فامیلیش رو نمیدونم، مثلا این حاجی در اسفرا بازی میکنه لیگ 2، ولی وقتی اومد تو این تیم ملی بازی کرد گفتم این کجاست؟ گفتن در اون تیم بازی میکنه. مطمئن باشید اگر امسال من تیم بگیرم
4-5 تا از اینا رو من میارم، ولی کم کم بازیشون میدم. дуруст барои ҷавонон кифоя аст ки дар охири бозиҳо баромада бархурди таҷриба кунанду тадриҷан ба ҳайати асосӣ омода шаванд. лозим нест ки як лигаи алоҳия ташкил карда шавад. حالا اگر نشد اون نفرات 23 جمع نشدن، مثلا از نظر جمعیتی زیاد نشد، خب اینا رو بذارن 5 کس در هر تیم بزرگسالان، ولی به شرطی که اون مربی بازی بده، جرأت پیدا بکنه اینو بازی بده. خب از مربی هم سوال میکنی، میگه آقای سبحانی من اگر این تیم رو بازی رو نشه کنم یا ببازم که منو اخراج میکنن. дуруст аст бо ин наврасону ҷавонон алон натиҷа додан номумкин аст. نه من صحبتم همهشون نیست، من پیشنهادم اینه که الان که اینا به نام تیم برقچی دارن بازی میکنن، درست؟ ولی رقابتی که در آسیا مثلا روبروی تیم کره جنوبی، روبروی مثلا ایران، روبروی ژاپن بازی بکنیم، آیا این رقابت در لیگ 1 هست؟ 100% نیست. خب این یک. دو، پیشنهاد من میدم، من مداخله نمیکنم تو کار سیاست باشگاه ها و مربیان، ولی پیشنهاد من به عنوان یک مربی فوتبال اینه که اگر بخوایم اینا رو حفظ کنیم و قوی تر بشیم، اینا رو بدیم به تیم های لیگ عالی، 3 کس 4 کس بدیم به اینا ملی پوشن، الان اینا بازی های بین المللی کردن، بعد از بازی های آسیایی که میشه نمیدونم آپریل کی هست، خب اینا رو بدیم که ما در جام جهان که برنامه و پلن هست که آرزو 2026 پلن اینه در 2026 که ما در جام جهان باشیم بزرگسالان. خب نارسای ما باید یه جای رقابت جدی‌تر ببینن. من خودم به شخصه میگم اگر تیم گرفتم چند تا از این بچه‌ها رو میگیرم، کم هم بازی بکنن، در مشقا با کی کار میکنن؟ با بزرگا. بذار من روبروی مثلا تیم خوب استقلال 15 مینوت یه بازیکن فوروارد بازی بدم، او روبرو استقلال بازی کرده، روبرو دفاعاش میجنگه، تجربه خوب رو کسب تجربه خوب. و من این کار کردم. شما عبدالله شریف در تیم یو 20 بود، خاطرتون هست؟ بله بله. من اینو گرفتم برای بازی‌های اف سی، بازیش دادیم، روبروی خوجند گل زد، روبروی جای دیگه خیلی خوب بود و روبروی آلتیناسیر ما فرستادیم، تاثیرگذارتر بود. حالا کم بازیش دادیم به خاطر اون تاکتیکه خودمون، سیستم خودمون، لکن بازیکن‌ها اصلا ما اونجا جرأت کردیم بازی دادیم. بچه‌ها رو باید ملی پوش‌هایی که الان هستن، اینا استعدادهای ما هستن، یو 20 و یو 17 چند کسن؟ 50 کسن یا نه؟ درست. چرا 50 کس بعد از یک سال 5 تاشون رو می‌بینیم 45 تا نیست میشن؟ شما اینو حس کردید در فوتبال تاجیک از قبل؟ 100%. خیلی ایزبرنایی داشت. حتی از همون حیاتی موفقی زیر 16 و پس از اون در چمپیونات جهان هم اشتراک کردند، از میان اونها تقریبا 60%شون یا ترک فوتبال کردند یا در باشگاه‌های بین‌نام یا در لیگ‌های پایانی بازی میکنند. این تجربه همه سال قریب که دیده میشه. ولی من شناختی که الان یعنی صحبتایی که با فدراسیون داریم میکنیم، فدراسیون برنامه‌های خیلی خوبی داره در آینده و داره کار میکنه برای همین رده‌های سنی و حتی امسال کار خیلی خوبی که کرد، یک جام کوبوک برای دوبل گذاشت. بله این یک اقدام جدید بود. این اقدام جدید بود. من میگم با رهبریت اونجا، حالا اینا که دپارتمانایی که هستن صحبت کردیم، ولی خب فدراسیون تنها نمیتونه، باید باشگاه‌ها کمک کنن، باشگاه‌ها حرکت بکنن. من یه خواهشی دارم، حالا میگم برادرانه، دوستانه، این خواهش دارم از رهبریت‌ها، مدیریت‌ها که اهمیت بدن به آکادمی‌ها، اهمیت بدن به بازیکن‌های جوان و بهشون انگیزه بدن که هدف رشد فوتباله در تاجیکستان. در فرجام تصور کردیم که شما الان یک دسته رو راهبریش رو برداشت گرفتید و چی هیئت رو میخواستید در آن دسته ببینید؟ 11 بهترین بازیگری تاجیک از روی فرضیه امین سبحانی. ببینید بخوام نام ببرم زیادن. اینجا صحبت موردی اون نمی رود که کیها رو جلب کردن امکان پذیر است، کی را نه. تصور کردیم که
در اختیار دلخواه بازیگر را دارد 11 نفر کی رو میخواهید در هیئت ببینید؟ یک دروازه‌بان، 4 دفاعگر، 4 نیم محافظتگر و 2 حمله‌ور. البته یه چیزی که هست، میگن شما اگر 11 تا بازیکن خیلی خوب داشته باشید 1 یا 2 بازی رو میبرید. اگر 11 تا بازیکن، یک اصول در مربیگری، اگر 11 کس خیلی خوب باشن بهترینا رو جمع کنید شما 2 بازی میبرید، 3 بازی میبرید. ولی اگر 25 تا خوب داشته باشی 1 سیزن میبری، چون رقابت هست. من سوال شما رو میگید که ما چه کار بکنیم. من اگر تیم کامل بخوام جمع بکنم، خب 100% در دفاع 8 نفرن، در هافبک ها 8 نفرن، این چند تا میشه؟ 16 تا. فوروارد ها 4 نفرن، 22. 20 تا میشن. 3 دروازه‌بان دیگه. تو دروازه‌بان 23. 2 تا میمونن که سوپر باشن، یعنی کسایی که حل کننده بازی باید باشن. هر پوزیشنی بخوای بذاری اینا رو بتونی استفاده بری و نتیجه بگیری. 25 تا. اگر یک هیئت رمزی ترتیب دهیم از بازیگران تاجیک، کیها رو در آن میگذارید شما؟ هیئت رمزی که 11 بهترین بازیگران تاجیک عین زمان کیها هستند با فکر شخصا شما؟ دروازه‌بان من نگم بهتره. چرا؟ چون همش خوبن. اصلا کسایی که این نسلی که الان هست، البته اون کسایی که لگیونرن بیرونن، اون خواه نخواه دلخواه نفر بازیگری دوست داشته دارد، بازیگری که بیشتر با اون مقبول است دارد. من میدونم که شما بیشتر فلسفه فوتبالی یک سرمربی رو انتخاب مینموید این و پیروی هم مینموید. من بازیکنی رو گواردیولا رو بسیار دوست می‌دارم. درست؟ من بازیکنی رو برمیدارم که با تاکتیک من جواب بده. نام برای من فرق نمی‌کنه، شاید در تیم خودش الان بهترین باشه، ولی نفرم داشتیم ما بهترین بود، ولی در تاکتیک من جواب نمیداد. من باشون صحبت کردم، گفتم اینجا نمیشه، ولی جای دیگه بهترین بود. من 1 دیسیپلین، انتظام، 2 کسی که بتونه با تاکتیک های من همخونی داشته باشه. سمای بازیکن خیلی خوبی بود، حالا چند وقتی هم با من بود، الان در استقلال رقم 11 فکر میکنم، انوش شیروانی الان در تیم ملی، در یا در دفاع چپ که خیلی هاشون خوبن، ولی کسی که برای من معقوله دفاع چپ استراوشن حسین نورماتوف، این داره روز به روز بهتر میشه. به هر حال در رقم 8 کولا عبدالرحمن نازیموف و خیلی، حالا من حضور ذهن ندارم ولی بازیکن‌های زیادی هستن. من به نظرم اینا بازیکن‌ها هستن که در آینده اگر بهشون اعتماد بشه و تیم‌هایی که بتونن اینا رو جذب کنن اما فوتبالشون رو پیدا کنن، شرایط رو براشون درست بکنن، اینا بازیکن‌های خیلی خوبی در آینده هستن. من خیلی هاشون رو میشناسم، بازیکن‌های خوبی هستن. یا علی جان که رحمت الله زاده، آره، اینا بازیکن‌های آینده‌دار خوبی هستن. یه مقدار بهشون توجه بشه به نظرم خوبن، میتونن کمک کنن به فوتبال تاجیک در سطح بین المللی. محترم صبحانی، تشکر میگیم از شما که در برنامه ما اشتراک کردید. بسیار موضوعی برای ما نوروشن بودن که شما توانستید روشنی اندازید، برای ما واضح کنید. با هر صورت ما مطمئن هستیم که این آخرین صحبتی ما نخواهد بود، زیرا که در پیش باز موسمی نو خواهد شد که اونجا ما شما را با احتمال زیاد باعث یکی از سرمربیان یکی از باشگاه‌ها می‌بینیم و آنجا ما صحبت‌های دیگر را در دایره برنامه سری نگفته ادامه میدیم. تماشاگران عزیز، در اینجا نشر نوبتی ما با انجام رسد. خاطر می‌شویم که مهمونی برنامه ما بود مربی منتخب نورسانی تاجیکستان امین صبحانی، متخصص ایرانی، و ما ادامه می‌دهیم جستجوی چهره‌های جالب و نمایان ساحه ورزش کشور را. تا نشرهای دیگر، خیر.